این داستان واقعی زنیه که به معنای واقعی کلمه شیطان بود. اوایل دهه 1970 اطراف براونزویل لوئیزیانا زنی به اسم باربارا یه مسافرخونه کوچیک داشت که حدوداً 15 مایل دورتر از نزدیکترین خروجی بزرگراه بود. اونجا به صورت معمول همیشه شلوغ بود و همه هم دوستش داشتن. باربارا به خاطر خوراک گوشت معروفش که صبح بعضی از روزها سرو میشد حسابی محبوب شده بود. سپتامبر 1972 مردی به اسم ری که به خاطر کارش سفر میکرد مجبور شد شب رو توی مسافرخونه باربارا بمونه. موقعی که ری داشت اتاق رو تحویل میگرفت باربارا یه سوال خیلی عجیب ازش پرسید. اون گفت کسی میدونه امشب رو اینجا اقامت دارین؟ و ری خیلی عادی جواب داد نه. نیمه های شب ری به صورت ناگهانی از خواب بیدار شد و سایه باربارا رو دید که ایستاده بود و با صدای آروم یه لالایی قدیمی رو براش زمزمه می کرد. اما به محض اینکه ری چراغ کنار تختش رو روشن کرد باربارا به صورت ناگهانی به اون حمله ور شد. ری معجزه وار موفق میشه از دست اون فرار کنه. اون با فریادهای بلند بقیه مهمونهای مسافرخونه رو بیدار میکنه و بعد به پلیس زنگ میزنه. وقتی پلیس ها رسیدن و در حال بازجویی از باربارا بودن باربارا یه جمله خیلی عجیب رو گفت. اون گفت اونا معمولا مقاومت نمیکنن. پلیس که واقعا نگران شده بود شروع به بازرسی کامل از کل ملک کرد و نهایتاً متوجه یه چیز واقعا وحشتناک شد. خوراک گوشتی که باربارا به خاطرش محبوب شده بود در واقع اصلا از گوشت گاو درست نشده بود. اینجا عجیب ترین اتفاقا و ماجراهای دنیا رو براتون تعریف میکنیم. پرشن پلاس رو دنبال کنید.